سلام علیکم هموطنان عزیز تاجیکان و پرزبان جهان. درباره صدقه به شما نمیدونم صدقه خیلی چی میگن و زیاد دارد چی میگن نمودها و شکلها و طرزهای زیاد دارد. یک چندتاش به شما بیان میارم. صدقه پولی تو کسی که با پول میتواند یک کسی یا زکات مال اینم مثل صدقه زکات مال میشه. زکات یکی حتمی است، باید آدم اگر بای باشد پولش زیاد باشد زکات باید یکی از رکنهای اسلام است. یکی صدقه این پول داشته باشد. صدقه مثلا به آدمایی که محتاج هستند، احتیاجمند هستند، مثلا گشنه هستند، مسکین هستند، فقیر هستند، باید که داده شود این پولی. بعد پولی مالی و صدقه است که با سخن خوب هم صدقه است. تبسم در روی برادر یا در روی خواهر صدقه است. بله، یک چی رو از روی آدم یک پیشبانی نخرانه رفته یا که افلاسی راه میگیرین یا که حاجت خانه رو تازه کردن که یک انسان بیا که در اوج خشش آید، اینم صدقه حساب میشه. با معامله بین پدر مثل فرزند با پدر و مادر سخن خوب گفتن این هم صدقه است. سخن خوب صدقه است و ثواب میگیره انسان. و معامله زن و شوهری وقتی که یک مرد به نزد پیغمبر اومد که ای محمد صلی الله علیه و میگه که کسی زنا کند عذابی در نزد خداوند جزا داده میشه در این قیامت، در این دنیا و در قیامت، اگر به همسرانمون اگر مثل که نزدیک کنیم چی ثواب میگیریم. پیغمبر هم گفتن که در جوشو که با کسی که گناه کند جزا میگیرد، کسی که با همسرش سخنی خوب گوید، معامله خوب کند و با معامله خوب هم خوبگی کند، نزدیک کند، هم صدقه دادگی میشد هم ثواب میگیرد. با صدقه جاریه هست. صدقه جاریه این مثل که انسان یک درخت میشناند، یک چاه میکند، یک انسان آب نوشجوی آب، یک مثل که کوپرک میسازد که از کوپرک برای آدم رفتن آمدن آسان شود، یک مسجد میسازد که در آن انسان ها عبادت کنند، یک مکتب میسازد که در آن مکتب مثل خواننده ها تعلیم گیرند. خب یک چی میگن درخت گفتیم، درخت میکارد که در اون درخت مثل در سایه شکست نشینه یا که درخت میوه‌دار باشد، میوه انسان ها چی کنند تامین کرده شود یا که از اون میوه ها انسان ها خورند. و اینچنین در صدقه جاریه چی میشد؟ علمی که انسان میگیرد، علم مثال میگیرد، مثال علمایی که علم دارن، سواد دارن، مثال خدا با آنها علم نصیب میکنه و آنها علم ها، دانشمندا، زیایی ها علم رو با انسان ها چیکار میکنن؟ میدهند. نسل به نسل میخواد علم ها رو داده مثال میرن. همینم صدقه جاریه است. این صدقه جاریه در کنید چقدر کارهای خوب داخل میشه، مثل درخت شناندن، چاه کندن، مکتب ساختن، مسجد بنا ساختن، علم دادن، صدقه جاریه داخل میشه که صدقه جاریه در زندگی انسان فایدهش میبخشد و پس از دنیا گذشتنش هم فایدهش رفتن میگیره. چقدر که این مثال در یک جا مثال انسان کاری خوب میکنه، بعد از دنیا میگذره او را نیک به نیکی یاد میکنن که آدمی خوب بود گفته. انمی صدقه جاریه هم کسی که یکی از کارهای صدقه جاریه کنه او پس از هم در زندگیش هم پس از دنیا گذشتنش ثوابش رفتن میگیره. بله، به دقتتان تشکر و پدیلیست کنین که دیگران این ویدیو را بینن، فایده گیرنشون، ثواب گیرن انشاءالله، و لایک مونه که دیگران تماشا کنن و پدیلیست کنین برای نوارهای خوب در آینده انشاءالله که شما رو انتظار است.